درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 17 فوریه. در شهر دوشنبه محاکمه گروه از جوانان آغاز یافت که به قتل 2 افسر وزارت دفاع تاجیکستان متهم می شوند. با محاکمه 6 نفر که روز 17 فوریه در دادگاه دوشنبه شروع شد، خبرنگاران راه یافتند ولی به آنها اجازه ندادند داخل تالار و گمانبران به جنایت را به نوار بگیرند. مفتشان امیدجان امراخان، یک ساکن شهر کولاب و 5 همراه او را به قتل کارمندان کمیسریت نظامی ناحیه سینا متهم کنند. با گفته مفتشان این 6 نفر روز 7 نوامبر سال 2015 در دوشنبه به 4 افسر با کارت حمله کردند، 2 نفر را کشتند و 2 تن دیگرشان را زخمی کردند. اما گمانبران در جنایت میگویند افسران میخواستند آنها را از طریق زوری و یا ابله به ارتش ببرند. از بس که منامین کارمندان کمیسریت حربی خود را معرفی نکردند یا اینکه در آنها لباسی لازمی آنها نبود، یک گوره به بچه ها در افتادند. آنها کودکند هنوز، شاید که از ترس باشد. در صورت ثابت شدن اتهامات ممکن است این جوانان را به سالهای طولانی زندان محکوم کنند. 2 سازمان معتبر حامی حقوق از حکومت تاجیکستان خواستند زندانیان سیاسی را آزاد کند و اجازه بدهد که مخالفان در کشور آزادانه فعالیت برند. دیدبان حقوق بشر و کمیته هلسینکی نروژیا روز 17 فوریه با نشر یک گزارش گفتند وضع حقوق انسان در تاجیکستان سال گذشته با بسته شدن حزب نهضت اسلامی و زندانی کردن افراد دیگراندیش بدتر شده است. این 2 سازمان از کشورهای شریک تاجیکستان از جمله امریکا و دیگر کشورهای غربی خواستند وضع بد حقوق انسان در تاجیکستان را نادیده نگیرند و به حکومت فشار بیارند تا وضع را اصلاح کند. در ولایت ختلان یک آموزگار را با اتهام دستدرازی به ناموس 3 دختر نابالغ دستگیر کردند. در دادستانی ناحیه شهر توس روز 17 فوریه به رادیو آزادی گفتند آموزگار تربیت جسمانی مکتب یتیمان و افراد کم بضاعت در شهر توس به ارتباط جنسی با 3 طالبه سنشان به 16 نرسیده و اذیت و آزار جنسی این دختران گمانبر می شود. نام و نسب آموزگار و طالبه ها را به دلایل اخلاقی آشکار نکردند و از معلم تنها آ نام بردند. در مکتب اینترنتی شهر توس به رادیو آزادی گفتند امیدوارند دادگاه گناهکار را معین کرده و جزای سزاوار می‌دهد. برای دستدرازی و اذیت و آزار جنسی نابالغان در تاجیکستان تا 5 سال زندان جزا تعیین شده است. در دوشنبه اولین نانوایخانه ایرانی به کار شروع کرد و نخستین محصولاتش با نام نان سنگک نیز وارد بازار شده است. در نانوایخانه که اسلام حیدری یک نانوای سابقه‌دار ایرانی باز کرده است، در یک روز بیشتر از 700 نان میپزند. ارزش نان سنگک از 3 تا به 4 سامانی میرسد و به گفته کارمندان نانوایخانه مشتریانشان هم زیاد است. نان ایرانی سنگک در حال وارد بازار تاجیکستان می شود که در کشور دهان نوع نان تاجیکی پخته می شود و وابسته به حجم و کیفیت از 1 تا به 5 سامانی قیمت دارند. گزارش کامل در این باره در وبسایت azadi.org. مقامات قرقیزستان میگویند ممنوع کردن ریش و مویلب در زندانهای کشور مخالف قانون نیست و هدف آنها تنها اجرای قانون و رعایت معیارهای بهداشتی در زندان هاست. از این پیشتر سازمانهای حامی حقوق قرقیزستان گزارش دادند که در زندانهای قرقیزستان ریش و مویلب زندانیان را مجبوراً می‌تراشند و هدف از این کار جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی در داخل زندان‌های قرقیزستان است. در ریاست زندان‌های قرقیزستان روز 17 فوریه به رادیو آزادی گفتند برای ریش و مویلب گذاشتن در زندان اجازه مخصوص لازم است و ریش هم باید به گفته آنها با ترتیب باشد. در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی گذاشتن ریش دراز علامت پیروی به جریان سلفیه، یک روی افراطی اسلام دانسته می شود. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.